میفته توی سرم، یعنی یه کاری رو دوست دارم انجام بدم، بهش فکر میکنم، باید انجام بدم. که انجام ندم میدونی تموم نمیشه، نمیره از توی مغزم. خیلی وقت بود میخواستم موهامو کوتاه کنم، یعنی که از ته. خیلی وقت بود میخواستم موهامو کامل بزنم. نمیدونم چه شکلی میشم، فقط دوست دارم این کارو بکنم. میدونی زیاد هیچ وقت از این که موهام بلند بشه اونقدر خوشحال نمیشدم. دوست نداشتم هیچ وقت اونقدر موی بلند. و این که بقیه موی بلند داشته باشن خیلی خوشم میاد و ببینم کیف میکنم، اما برای خودم زیاد نمیپسندم. و حالا میخوام این کار رو انجام بدم و موهام کوتاه کنم. نمیدونم همسرم ناراحت میشه یا خوشحال میشه. اصلا خوشحال که میدونم نمیشه، ولی نمیدونم چقدر ناراحت بشه از این کارم. ولی میدونم که همیشه ازم میخواد کاری که دوست دارم انجام بدم. مثلا رفتم یه ماشین برداشتم، میخوام کار رو کنم. اینم از نتیجه. خودم خیلی راضیم از اینکه این کارو کردم. هی به خودم میگن که چه زودتر این کارو نکردی. خیلی حس سواکی و خوبی داره، خیلی دوستش دارم. آبشون وقتی که دید موامو اینجوری زدم گفت که چجوری دلت اومد بزنی؟ بعد گفتم که آره موه در میاد، اینجوری نیست که همیشه اینجوری بمونه، بالاخره بازم موام در میاد، بلند میشه. بعد ولی خب من دیگه هیچ وقت توی این سن و این حال و هوا نیستم که بتونم این ریسکو کنم که حالا موهامو بزنم. یه روز پاشم تصمیم میگیرم و کل موهامو ماشین کنم. دیگه شاید تو این سن قرار نگیرم. بعد دیگه همین رو خواستم بگم. حالا باز الان میام یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم. یه مدت طولانی هم بود که من ویدئویی آپلود نکرده بودم توی یوتیوب و همه حالا اونایی که کانال منو دنبال میکردن ازم میپرسیدن خب چرا آپلود نمیکنی، ویدئویی نمیذاری، ما منتظریم و از این جور صحبت. منم اینجوری بودم که چشم حالا به زودی این کارو انجام میدم. ولی خب پشت این حرف و این قولی که میدادم، حرفی که میزدم، یه عالمه حسای نامتناقض در من وجود داشت. اینکه حالا این کاری که دارم انجام میدم و واقعا دوست دارم، واقعا درسته که دارم انجام میدم یا نه. چون خیلی وقتا پیش اومده که یه شوق انجام دادن یه کاری دارم، شوق رسیدن به یه چیزی دارم، ولی همین که بهش میرسم دیگه دوست ندارم اونو انجام بدم. و واقعا میخواستم مطمئن شم که این کار رو دوست دارم و واقعا میخوام که انجامش بدم. و یکی از دلایل دیگه‌ش هم این بود که مدت طولانی ویدئویی نذاشته بودم. یکی از دلایلش این بود که واقعا من وقتی که یک مطلبی رو میخوام آپلود کنم توی فضای مجازی، حالا یه ویدئویی بذارم، خیلی اهمیت میدم به این که اون مخاطبی که داره منو نگاه میکنه بهش احترام گذاشته بشه. از نظر اون مطلبی که دارم میذارم، از نظر اون ظاهری که دارم، میخوام که مخاطبم احساس ارزشمند بودن بهش دست بده و اینکه این احساس رو داشته باشه که داره بهش احترام گذاشته میشه. چون من خودم وقتی یه مطلبی رو میبینم دوست دارم که توی فضای مجازی یه مطلب رو میبینم دوست دارم که همین حس رو دریافت کنم. و واقعا اینجوری نیستم که فقط یه دوربین دستم بگیرم حالا یه ویدئویی بذارم. نه، شخص خیلی مهمی هم نیستم، شخص مهمی در واقع نیستم، حالا شخصیت خاصی باشم که بخوام حالا یه مطلب فوق العاده ای بذارم. نه، در همون حد خودم که دارم توی فضای مجازی ویدئو میذارم دوست دارم که ویدئوام مفید واقع شده باشه و احترام گذاشته بشه به مخاطبای خودم. و یکی این خیلی از روزا بود که واقعا شرایطشو نداشتم از نظر جسمی، از نظر ظاهری. باید خودم رو مجاب میکردم که برم حاضرشم و جلوی دوربین قرار بگیرم. شاید خیلی ها فکر کنم بگن که آره حالا یه دوربین دستشون میگیرن و حرف میزنن. نه، حداقل برای من اینجوری نیست که بخوام همینجوری یه ویدئویی بگیرم و بذارم. نه، اگه دارم این کار رو انجام میدم دوست دارم کسی که این ویدئو رو میبینه
احساس کنه که بهش احترام گذاشته شده و اون مطلبی که میشنوه یا حتی میبینه ارزشش رو داشته باشه. یکی از دلایلش هم همین. ولی خب سال جدیده، امیدوارم که یاری کنه این سال با ما که من بتونم بیشتر ویدیو بذارم، بیشتر فعالیت کنم و همین دیگه.